سببش چیه؟ لقمه حرام، تربیه نادرست دادن، از دایره آداب و اخلاق اسلام دور شدن فرزندا. فهمیدید؟ وقتی کودک پدرش احترام نکرد، مادرش احترام نکرد، باباش احترام نکرد، معلمش احترام نکرد، همسایه را و جامعه را که احترام نکرد، عاقبتش همین میشه. خشتی اول کج موندیم، دیوال چپه میشه. میگه خشتی اول گر نهد معمار کج، تا ثریا میرود دیوار کج. و خشتی اول کج موندیم. این یک دیمش خیمچه که میگن تریش، وقتی کنده شد تو دیگه راست کردن نمیتونی، وقتی درخت شد تو دیگه راست کردن نمیتونی. من نمیگم زن این فرزنداتون، من چیزام روزی نیستم. زدن روی حل نیست، تربیت دیگه، زدن دیگه. خط درست اول درست تربیت کنین، اول خودتون رو تربیت کنین.